به نام خدا، خدمت آقای تاروردیان هستیم، مدیر عامل شرکت همایش فرازان. دیگه لازم نیست من آقای تاروردیان رو معرفی کنم، ایشون برگزار کننده بزرگترین سمینارهای مدیریت بازاریابی در ایران هستند و ما داریم اینجا در واقع درس بس میدیم، البته در یه مدل خیلی کوچیک‌تر. می‌خواستم نظرت رو راجع به این سمینار بدونم و اینکه چطور بود، روی بحث بازاریابی نظرت چیه و اینکه حالا انشالله برای اون کنفرانس بزرگتر من با سوالات بعدی رو میکنم. این همایش توی کشور بسیار زیاد داره برگزار میشه، ولی خب یه نیش مارکت های بازارایی هستش که متاسفانه روش خیلی انگوش گذاشته نشده، از جمله بازاریابی الکترونیک یا به حال بحث گوگلینگ و تبلیغات کلیکی و تبلیغات ارگانیک در گوگل و وبسایت و غیره که به نظر من یک کار بسیار فوق العاده رو شما انجام دادید. این تعداد جمعیت رو تونستید از خود راه سوشال میدیا و رسانه‌های اجتماعی اینجا جمع بکنید و در واقع پیش قراول و سردمدار برگزاری همایش‌ها در حوزه بازاریابی الکترونیک و تبلیغات در گوگل و اینترنت باشید. من این رو واقعا تبریک میگم به شما. کیفیت همایش خیلی عالی بود. محل همایش خب به حال برج میلاد هست و من دیدم صحبت‌هایی که انجام میشد بسیار جدید و نو بود. به هر حال هر روز تکنولوژی ها نو میشه و شما تشریف آوردید و یه همچین همایش رو برگزار کردید. من استفاده کردم شخصا. ممنون. یه سال دیگه که داشتم، ما انشالله تصمیم داریم که توی زمستان 90 اولین کنفرانس بازاریابی الکترونیک رو راه اندازی بکنیم با حضور اساتید خارجی. ما همینجا می‌خواستیم قولش ازت بگیریم که به عنوان بزرگترین شرکتی که داره تو این زمینه فعالیت میکنه تو برگزاری سمینارهای واقعا مفید، این کمک رو ازت بخوایم که انشالله اونجا هم کنارمون باشی مثل همیشه و انشالله بتونیم از تجربیاتت استفاده کنیم. با کمال افتخار من هر کمکی از دستم بر بیاد در خدمت شما هستم که یه همایش بسیار استثنایی داشته باشید. ممنونم. مرسی. خیلی محبت کردیم. ممنونم. خیلی زحمت کشیدید. خوشحال شدم.